شریف و آقای ما، سلام دوباره. ایران بر مرکز عملیاتی ناظر بر جنگ اصفهان حمله کرده است. در عربستان مرکزش بوده، از اوش رهبری می شده. سپاه در این حال غول پتروشیمی عربستان کاملا با آتش کشید. این عملیات امشب است. پاکستان اعلان کرد که ایران تا جایی که ما میدانیم جنگ علیه امریکا را ادامه میده است. پاکستانی ها خب یک نقش میانجی دارن. خب منابع پاکستانی به روزنامه هارتس اسرائیلی گفتن که امریکا بیش از ایران خواستار توافق است، اما ایران نیست. خب البته این روزنامه با چند منبع پاکستانی درباره آخرین تحولات مربوط به تلاش‌های پایان جنگ گفتگو کرد و نوشت که ایران تمایل به پذیرش مصالحه طبق شروط امریکا برای پایان جنگ ندارد. یک منبع دیپلماتیک پاکستانی به هارتس گفته که ایران مطمئن است در جنگ با امریکا و اسرائیل پیروز شده است. به این خاطر فقط آجندای خود دنبال میکنه و هم آجندای نظامی است تا به آخر. پاکستان ارزیابی در نشست با نماینده های عربستان، مصر و ترکیه در اسلام آباد بیان کرده است. مقامات پاکستانی معتقدند امریکا در مقایسه با ایران بیشتر و دنبال توافق است، هرچند ترامپ همچنان بر 15 درخواست خود از طریق میانجیگری پاکستان به ایران ارائه شده او اصرار میکنه. این درخواست شامل شرایطی است که تهران اصلا او را نمیپذیره. تمام. حمله به تاسیسات غول پتروشیمی عربستان. خب کار به آیسته میکشه دیگه. پتروشیمی به نفت هم میکشه، به برق هم میکشه، به آب هم میکشه. منابع خبری در ساعت پیش که اینجا به وقت استرالیا ظهر است و در دمای صبح است در خاورمیانه، ایران، افغانستان و اروپا فکر میکنم. انفجار و اصابت بسیار گسترده به منطقه صنعتی الجبیل در عربستان سعودی گزارش شد. منطقه صنعتی جبیل با تولید 60 میلیون تن به تنهایی حدود 6 تا 8 درصد از کل تولید پتروشیمی جهان به خود اختصاص داده. شرکت سابق عربستان غول پتروشیمی خاور میانه گفتم میشه با سهامداری بزرگ امریکا دیگه فعالیت میکرد. همچنان مجتمع صدارا با سهامداری شرکت امریکایی داو کمیکال و پروژه آمیرال با سهامداری آرامکو و توتال انرژیز از جمله پروژه های بزرگ پتروشیمی در الجبیل به حساب میرن که امشب تمام شده است. اندیشکده چاتم هاوس گزارش کرد که حال جنگ میره به طرف یک هندسه جدید. اوسی ها نسبت به ایران در جغرافیای بهتری قرار دارند تا بتانند زیرساختهای نفتی عربستان و پایگاه نظامی امریکا در خلیج فارس تهدید بکنند. هنوز شروع نکردن اونا. لحن اخیرشان نشان میده که چنین خواهد شد. ایران از این طرف میگیره، یمن از اون طرف. پایگاه الخرج و کمپ العدیری در خاک عربستان آماج حملات دسته پهپادهای ارتش ایران قرار گرفته است. البته در این پهپادهای انهدامی آرش 2 استفاده شده. استقرار هواپیماهای آواکس 3E و پهپادهای 9MQ حکم چشمان امریکا در منطقه را داره و با توجه به استقرار اینها و هواپیماهای سوخت رسان در پایگاه الخرج و شاهزاده سلطان، همون پایگاه الخرج است یا مجزا است. این پایگاه خلاصه نقش کلیدی در عملیات امریکا دارند. بنان
ایران حملات خود به اصطلاح سنگین‌تر خواهد کرد به این نقطه. با توجه به استقرار واحدهای زمینی، نیروهای ویژه و بالگردی، نایت استالکرس کمپ العدیری واقع در شمال شهر کویت نقش مهمی در عملیات امریکایی در جنوب اصفهان داشتند. الخرج در اونجا، العدیری در کویت. نایت استالکرس بعد از شکست امریکا در عملیات اصفهان به اصطلاح تبس این نایت استالکرس زمان در تبس شکست خورده بود با این قسم عملیات خود. با زور بعدا نام خود تغییر دادن به نام پنجه عقاب نام خود ماندن. پنجه عقاب آل باز شکستیه. خب یک کارشناس ایرانی است، فواد ایزدی، استاد دانشگاه تهران، صحبت میکرد در الجزیره انگلیسی. گفت ترامپ میخواد ایران به عصر حجر برگرداند و اگر ایران قرار باشه عصر حجر را تجربه بکنه، کل منطقه هم عصر حجر را تجربه خواهد کرد. یعنی منطقه چشم در برابر چشم است. اگر ایران در تاریکی میره به نیروگاه حمله میشه، ایران کل منطقه را کور خواهد کرد و شمول خود امریکا دیگه. در منطقه باز وقت چی خواهد کرد؟ خود برآمدن است، اما با پس از یک ویرانی که در عقب خود بگذاره. شما فکر نمیکنید که جنگ ایران به فرا منطقه کشیده شود؟ زمزمه های است این جنگ به امریکا کشیده میشه. فعلا میمانیم. خب یک کارشناس در دویچه ویله گفت که امریکا در عملیات از این قابل توجهی پرداخته در عملیات نجات اصفهان. حکومت سر جایش است، تنگه هرمز در دست داره، در خلیج فارس دست بالا داره، هیچ نشانه ای از به اصطلاح مماشات یا سازش هم نداره. خود ترامپ است که مثلا میگه که مردم ایران دوست دارن بمباران شوند. یعنی یک توهین بزرگ است برای ایرانی‌ها. خب برای کسایی که پایدوای تبلیغاتیشان از در امریکا و اروپا به واقع اصلا مطرح نیست. اونا که یک اقلیت بسیار کوچک است. اما ای که میگه مردم ایران دوست دارن بمباران شوند، درست؟ میگه وقتی مردم ایران صدای بمبار رو نمیشنون ناراحت میشن، میگه چطور نامدی؟ میخوان صدای بم بشنون، میخوان آزاد باشن. فلسفه آزادی که بسیار به شکل زننده خود در زبان ترامپ نشان میده. خب میگه خب مگر متاسفانه امریکایی ها میخوان که ما به خانه بازگردیم. به خانه باز نمیگردی با آسانی. اگه ای به من بستگی داشت نفتم میگرفتم، نفت پول زیاده به دست می آوردم. و هیچ رقم آدم از راستی که دیوانه شده. گاردین میگه که ترامپ دیوانه است که زنجیر رو پاره کرد. سیاستمداران امریکا از هر دو از میگن که اظهارات ترامپ علیه ایران خطرناک، دیوانوار و غیر مسئولانه است. شبکه ام اس نو گفت ترامپ با جنگ ایران دستش در لانه زنبور کرده. البته کنایه یدیوتا هارونوت به ترامپی بود که پیروزی مطلق بر ایران یک افسانه است، یک توهم است. یعنی روزنامه اسرائیلی حتی ایره ریشخند میکنه. میگه ای کاش عملیات موفقیت آمیز میتونه جا طلبی های دشمن های ما رو بر نسل ها ریشه‌کن کند، یا میچ اشتیا نداره. اما جنگ با ایران با یک سه شنبه جهنمی به پایان نمیرسه. کارخانه‌ای میده دیگه این روزنامه اسرائیلی به ترامپ که باید با جای دنبال کردن افسانه پیروزی مطلق به فکر مدیریت واقع بینانه و دراز مدت تضادها با ایران باشه. خب به این ترتیب هافینگتون پست گزارش کرد که شبکه تلویزیونی به اصطلاح شبکه‌های تلویزیونی در وقت پخش مطلب ترامپ علیه ایران که او از کلمه رکیک استفاده کرد،
و خانواده های و بیننده های خود درباره تماشای برنامه توسط بچه های زیر سن هشدار دادن. میگه که رامزاده ها بربرها چطور. او خدایم، وقتی که ترامپ نخستین حوزه تمدنی دنیا را بربر مثلا اما گهواری بربر میگه، خود دیوانه شده دیگه. او تاریخ او نه تاریخ میفهمه نه جغرافیا میدانه. ترامپ در یک پیام عمومی خود با استفاده از یک کلمه افدار میگه. افدار از ایران خواست تنگه هرمز را باز کنه. برخی رسانه‌ها این عبارت سانسور کردن مگر دیگرها بازتاب دادن. خب مجله شپیگل از آلمان میگه که هیچ تردیدی نیست که ترامپ دیوانه شده. اینی رقم مسئله، اینی رقم در برابر دنیا ایستاده است. با اظهارات آشفته خود در حال تهدید به یک جنایت جنگی علیه غیر نظامیان است. خب اینا رهبران دموکرات از کنگره خواسته وارد عمل شون، این آدم دستش بگیرن بستهش کنن. و سفیر ایران در سازمان ملل گفت که اظهارات رئیس جمهور امریکا یعنی مصداق تحریک مستقیم به تروریسم است. او دیگه یه چیز بودم برش شرم و حیای نما او چیز نیست. آلنبیم یک تحلیلگر برجسته استرالیایی گفت که جنگ ناسنجیده و غیر قانونی که یه آدم شروع کرده، این با تمام قدرتش ناتوان به نظر میرسه در این جنگ. امریکا دست بالا رو نداره. این گفته ایران دست بالا رو داره و خواهیم دید که بر سر شما چه خواهد آمد. ختم برنامه.